سلام. طالبان افغان میگویند یک هیئت را برای مذاکرات درباره صلح به پاکستان فرستادند و 2 هفته بعد از آن که در حمله به کابل 64 نفر را کشتند. دواخان مینوپل سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز 26 اپریل گفت تا زمانی که پاکستان به عهدش وفا نکند و طالبان مخالف مذاکرات صلح را در پاکستان از بین نبرد، افغانستان نمایندگانش را به مذاکرات صلح نمی‌فرستد. از این پیشتر منابع طالبان در پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که یک گروه 3 نفری در شهر کراچی است و به زودی تماس‌های اولیه را با نمایندگان پاکستان و افغانستان برقرار می‌کند. به قول این منبع هدف اساسی سفر بررسی راه‌ها و شیوه‌های برقراری صلح در افغانستان است. بعد حمله خونین طالبان به کابل در تقریبا 2 هفته پیش، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان خواست و جای تشویق طالبان به مذاکرات صلح با این گروه بجنگد. برای صحبت در این باره امین مدقق مدیر رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردیم. آقای مدقق به برنامه ما خوش آمدید. سپاس. چی شد که یک باره طالبان بعد از سرپیچی‌های به تکرار از مذاکرات صلح یک باره از فرستادن هیئتی به مذاکرات صلح به پاکستان خبر دادند؟ به نظر ما 2 عامل بسیار عمده است که طالبان را حاضر ساخته که یک باره به طرف صلح رجوع بکنه. عامل اول هم قسمی که شما اشاره کردین، حکومت افغانستان امیدوار بود در نتیجه وعده هایی که پاکستان با اونها کرده بود در نشست های 4 جانبه بتونه با طالبان مذاکرات مستقیم بکنه، ولی حکومت پاکستان در این وعده خود به حکومت افغانستان نه تنهایی که ناکام شد بلکه جنگ ها هم شدت گرفت. طالبان به انفجارات خود ادامه داد و بالاخره انفجار اخیری که در کابل شد و شما به او اشاره کردین حدود بیشتر از 60 نفر را کشت و حدود 300 نفر را که بیشترشان ملکی‌ها بودن زخمی ساخت. عامل دوم که من مختصر به او اشاره میکنم، ناکامی طالبان در صحنه جنگ است. اینا تقریبا بیشتر از 1 سال میشه که قوای افغان جنگ به تنهایی پیش میبرند، اما طالبان نتونستند در هیچ محاذی یا کدام ولایتی را برای مدت دراز طولانی تسخیر بکنه یا منطقه زیادی را بگیره که حداقل حضور خود را در اوج ثابت بسازه. طور شما اشاره کردید اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پارلمان یک بیانیه تندلحنی داد و گفت که تروریستان خوب یا بد نمیشوند و پاکستان باید علیه طالبان اقدام کند. آیا این گفته او نشان دهنده یا نیست که اشرف غنی از مذاکرات صلح ناامید شده است؟ بدون شک ناامید شده است. مذاکرات صلح عملا قسمی که تقسیم بندی شده بود، قسمی که تقسیم اوقاتش برای مردم افغانستان داده شده بود، او ناکام شد. مردم از او میپرسه که خب از یک طرف طالبان ما را کشته ایستاده و از طرف دیگر شما هنوزم از در صلح صحبت میکنید و اشرف غنی بارها ای را واضح گفته که صلح با طالبان بدون کمک پاکستان ممکن نیست. بنان او از طرف دیگر وقتی توانایی ارتش افغانستان میبینه، وقتی تجهیزی خوبتری ارتش افغانستان در محاذ جنگ میبینه، دیگه او فکر میکنه که نیازی به این نداره که با طالبان از در زاری و تضرع پیش بیایه. بنان حال سیاست دیگه را میگیره که سیاست شاید به مراتب سخت‌تر از سیاست قبلیش باشه. و در افغانستان طور خودی شما هم اشاره کردید میگویند که اگر پاکستان بخواهد میتواند طالبان را به مذاکرات مایل کند، اما پاکستان خودش نمیخواد. در واقع از دست پاکستان این کار برمی آید؟ بدون شک. شما بیانیه سرتاج عزیزه در مجلس فارن پالیسی واشنگتن خود دارن که او میگه که طالب ها در پاکستان هستند، رهبرانشان در پاکستان است. این نقل قولی او است. رهبرانشان در پاکستان است، اونا به خاطر تداوی اینجا میه و شوراهای به نام شورای کویته و پشاور عملا وجود داره که نه تنها کارهای نظامی را پیش میبره بلکه کارهای مدیریتی و ملکی را پیش میبره. اونها دارن از اونجا یک نوع حکومت غیر مستقیم پیش میبره، مثلا عرایض مردم را دستخط میکنه و از اونجا با شکایت های مردم از کویته و از پشاور عملا بررسی میکنه. به 10 مثال وجود داره که اونها اونجا امضا کردن و وقتی رهبرشان ملا اختر محمد منصور تعیین میکردن با واضح در کویته اونها جلسه کردن و رهبرشان را در اونجا تعیین کردن و گزارش های هم وجود داره که امی حالا مولوی شهاب الدین دلاور
و مولوی جان محمد و مولوی دین محمد 3 تن از اعضای بلندفاعه دفتر قطر آمدن در کراچی در پاکستان به سر میبره و مصروف مذاکره با حکومت پاکستان هستند. تشکر. امین مدقق مدیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی با ما صحبت کرد. تشکر.